سر و صورت زخمی و تتو و هیکل گنده و ادعای لاتی کل زندگیشو گرفته بود. سابقه کم نداشت، اما براش مهم بود هر جا صداشو میبره بالا واسه 4 تا جوون ضعیف‌تر ازش بترسن و بگن غلط کردیم و همین خوشحالش میکرد و میخندید. مثل اکثر لات‌های با سابقه دورش پر بود از مثل خودش که هر کدوم پرونده‌های مختلف از شرارت داشتن و با اینکه سنی ازشون گذشته بود اما پرونده اوباشی و لاتی برای اونها بسته نمیشد و درس عبرتی هم تو کارش نبود. اما این بار داستانش با سرهنگ راستی زیر و رو شد و یه جوری زمین گیر شد که حتی 4 دست و پا هم نمیتونست بره توالت. کسی که گوش میبرید، قمه میکشید و نقص عضو میکرد، حالا خودش پاهاش از کار افتاده بود و تو شلوارش خرابکاری کرده بود. با ما همراه باشید تا بیشتر بدونید از علی سبزواری، شرور گندلات بیکله هاشمی تهران. پشیمون شرمنده. پشیمون شما به نظر سودی داره برای ایشون؟ نمیدونم. این همه جای چاقو قمص دیگه، درسته؟ تا پشت هم زدنت، خود تا پشت نزدی، درسته؟ اینجا این همه جای قمص، درسته؟ از چی کمینه؟ تو یه هفته پیش گلوله خوردی، یه هفته رو زمینی، سرویس بهداشتی هم میخوای بری، باید مأموره من کمکت کنم. وای به حال این که دست 3 تا کارگر رو از کار انداختی. کسی که دست قطع میکنه مجازاتش گلوله پلیس. سابقه داری؟ سابقه یه باری دارم من. چی بوده؟ همون دعوا درگیری. چند وقت زندان بودی؟ چند ماهی بودم. سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگه به این سبک ویدیو علاقه‌مندید خوشحال میشیم که ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله‌ای کنارش رو هم بزنید. همه ی محله میدونستن علی سبزواری اهل ضعیف کشیه و چندین سابقه هم داشت. زورگیری و خلاف هم تو کارنامش بود و هرچی سنش بالاتر میرفت به شرارت‌هاش ادامه میداد. علی و رفیق گرمابه و گلستانش یعنی محمد شهردار از همون سنی که سابقه دار شدن و پا به پای هم تو خلاف و درگیری و نزاع‌ها بودن، اسمشون برای هر کسی که بدشون رو میخواست شر به پا میکرد و یکیشون میگرفت اون یکی میزد. انقدر که یکی دوباری تا پای مرگ هم 1-2 تا از اراذل رو فرستادن، اما شانس آوردن که پاشون گیر قصاص و حکم نیفتاد و سر همین درگیری بود که سر و صورتش رو بدجوری زدن و جاش رو صورتش موند. نکته جالبش این بود که زیر گلوش تتو کرده بود امیرالمومنین، اما از امیرالمومنین فقط شمشیر و قمر و همراه شخصیتش داشت و مثل همون زمان فکر میکرد تو کوفه است و به هر کی میرسید تهدیدش میکرد و ادعای لاتی داشت، حمله میکرد و بدجوری زد و خورد به راه مینداخت. درگیریاش به محله خودش هم ختم نمیشد و تو منطقه‌های مختلف هم دعوا و قرار نزاع زیاد گذاشته بود و میشد تو بدنش اثراتش رو به خوبی دید. البته بابتش تاوان و حبس هم کشیده بود، تا جایی که تو یکی از حبساش چند سال سروکیل بنده تو کهریزک هم شده بود. بعد از چند سالی که اومد بیرون دوباره رفت سراغ رفقای قدیمیش. البته محل زندگیشو عوض کرده بود اما پاتوقاش همیشه مشخص بود و معلوم بود کجاست، تا اینکه دوباره پاش توی درگیری به خاطر رفقای صمیمیش باز میشه و سر قرار دعوا دستش به درگیری و زد و خورد میکشه و بازم با قمه و شمشیر حریف میطلبه و عربده میکشه و لاتبازی میکرد. به قول گندلات ها ضعیف کشی زیاد میکرد. سر همون دعواها چند روزی متواری شد اما بالاخره گیرش میارن و دستگیرش میکنن و میفته زندان، تا اینکه با رضایت شاکی و پرداخت دیه و کشیدن چند سال حبس دوباره طبق معمول همه لات‌ها به آغوش شهر برمیگرده و بدون پشیمونی که تو چهرش باشه تو محل قدم برمیداره و با موتور بالا و پایین میکنه و میره سر وقت رفقای قدیمیش که البته ادامه خلافای قبلیش که کاسبی بود و در خفا فروش مشروب و مواد هم میکرد. علی سبزواری از اون لاتایی بود که میخواست گندلات شهر باشه و حسابش بکنن، اما به خاطر ضعیف کشیایی که میکرد خیلی روش حساب نمیکردن. میگفتن 2 تا پرونده دعوا با 4 تا بچه داره، با اسم و رسمدارها که تو کارنامش درگیری نداره. هر کی هم زده جوجلات بوده و از خودش ضعیفتر رو زده، اونم با قمه و شمشیر. راست هم میگفتن. علی سبزواری درگیریاش همش همین جوری بود، تا اینکه با همه سابقه ها و لات بازیاش این بار گیر سرهنگ راستی افتاد و بدجوری زمین گیر شد. اونم وقتی به خاطر درگیری و لاتبازی برای چند تا بچه کارگر با یه قمه شبیه شمشیر همون امیرالمومنینی که زیر گلوش تتو کرده بود یه جوری میزنشون که هر کدوم یا دستشون از کار افتاد یا کلا تو آخر عمر دیگه دستی برای کار و زندگی نداشته باشن.
از شانسشون تو همون ساختمونی دعوا کردن که خونه محمد شهردار بود و بعد از تماس با علی سبزواری اون 3 کارگر رو میزنن و فرار میکنن که توی تهران سر به خاطر درگیری با مامورا زمین گیر میشه. وقتی که 3 کارگر تو منطقه استاد معین تهران برای اسباب کشی به خونه‌ای مراجعه کردن و در حال انتقال وسایل خونه‌ای به طبقات بالای ساختمان با آسانسور بودن، یه جوون قوی هیکل که از اهالی ساختمون بود به اونها اعتراض میکنه و بهشون میگه که نباید برای اسباب کشی از آسانسور استفاده کنن. 3 کارگر جوون در حالی که همه چیز عادی به نظر میرسید با اعتراض مرد قوی هیکل سکوت کردن و گفتن کارگر هستن و باید این اسباب رو به واحدی که در اون ساختمون بود منتقل کنن. محمد شهردار قوی هیکل که از اراذل اوباش سطح 1 بود شروع به درگیری میکنه و در ادامه به یکی از دوستانش یعنی علی سبزواری که از شرورهای منطقه بود کمک میخواد. دقایقی بعد 2 شرور در حالی که قمه به دست بودن به 3 کارگر جوان حمله میکنن و فریاد میزنن که دست و پاهاتون رو قطع میکنیم و با قمه ضرباتی به دستان 3 جوان زدن و اونها غرق خون روی زمین میافتن. خیلی زود در تماس اهالی محل و شاهدان درگیری اورژانس در محل حاضر میشه و 3 کارگر جوان که غرق خون بودن راهی بیمارستان میشن. سازکشی کنن، چند تا کارتون رو با آسانسور آوردن پایین، درسته؟ بله. طبقه 3 از مال یه بنده خدا دیگه بود، ما آوردیم پایین. بعد ریختن سرشون. دستت چی شده؟ دستمو قطع کردن، آره پیوند زدم. میرم دکتر تلمینی هم نکرد، گفت شاید 20% به دست بشه. شما چی شد دسته؟ منم دستمو نصف دستمو با قمه زدن، 3 انگشتام از کار افتاده. شما که 2 دستت هم انگشتام قطع شدن، پیوند زدن. عامل قطع شدن دست تو پیوند دستشو ایشون بود؟ با چی زد؟ با قمه زد. الانم از قوه قضاییه خواهش دارم حکم قصاص دست میخوام. دست یکی از کارگرها با ضربه قمه شرور خطرناک علی سبزواری قطع شده بود که برای عمل پیوند به اتاق عمل منتقل شد. 2 جوان دیگه که یکی از اونها 2 دستش و دیگری یکی از دستانش هدف ضربات قمه قرار گرفته بودن، تحت عملهای جراحی قرار گرفتن و شرایط سختی رو پشت سر گذاشتن. بدین ترتیب تیمی از ماموران پلیس اطلاعات برای دستگیری 2 شرور خطرناک وارد عمل شدند. زمانی که 2 متهم غداره‌کش از محل متواری شده بودند، در نهایت در تهران سر تحت تعقیب قرار گرفتن که بدون توجه به مسیرشون ادامه دادن تا اینکه با ماموران درگیر شدن. بعد از اینکه جنایتشون رو متاسفانه مرتکب میشن فرار میکنن. همکاران عملیاتی من به جهت دستگیری متهمین وارد عمل شدن و در مخفیگاهی که گیر افتاده بودن با گلوله پلیس مواجه شدن به واسطه مقاومتی که در برابر مأمورین نشون دادن. کاغذ دست منو بر میزنی، خانمم از اون ور بچسته شده. همون شب پروندهشو دارم، پس قانونی پروندهش هست. میدین ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که بعد از 14 سال خانمشون باردار شدن. برام هم دستم خل میشد کاش، ولی اون مشکل برای خانم پیش نمیومد. زمانی که در برابر پلیس قرار گرفتن قصد تسلیم شدن نداشتن و به ماموران حمله کردند که پلیس با رعایت قانون به کارگیری سلاح 2 شرور رو از ناحیه پا هدف گلوله قرار دادن. متهمان در حالی که از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفته بودند، یکی از اونها قدرت راه رفتن هم نداشت و در اداره پلیس اطلاعات در برابر 3 کارگر جوان که دستانشون باند پیچی شده بود قرار گرفتن. بودن الان دیدید که زمینگیر شدن و در اختیار پلیس هستن. تو زنگ زدی به این؟ گفتی بیا چیکار کنیم؟ دعوا میشه با اینا، کارگر دعوا کردن. خب آسانسور می‌خواستن استفاده کنن، چه اتفاقی میافتاد مثلا؟ چی میشد؟ الان خوبه یا از آسانسور استفاده میشد؟ آسانسور استفاده میکردن. نگفتی دست قطع میکنم، پا قطع میکنم، اینا کارگرن با این دست کار میکنن. دیدید؟ خانمش بچه سقط کرده، دست‌ها از کار افتاده، یعنی 3 خانواده رو از کار انداختی، تا آخر عمرشون نانآور دیگه ندارن با قمه تو و دوستت. این گلوله پلیس نوش جانته پس گرفتی.